از این روی خواهرایی که دوزنده هستند، اکثری همین خواهرهای دوزنده اکثر شکی نگاه میکنی یا بخت ندارن، یا یگان خوبی در عمرشون نمیبینن، یا یگان مثلا که سیاه بخت هستن. به چی خاطر؟ مردم دختر زنک تاجیک در گناه مدد میکنن اونها را. کرته بگریوان میدوزش خم که میشود تا بند نافش در میدان همه میتوه. این چی مسلمانی است؟ یا آستینش کوتاه میکنه، یا دیگر یک نغمه های میدوزد تنگش میکنه، یک جایش که همه عذابهای اون نمایان میشد. در نزد خدا شما گناهگار هستین جواب میدین. کرته مسلمانی آستین دراز به گریوان بدوزین، رزق روزی شما را خداوند میرساند، در زندگیتون برکات عطا میکند، انشاءالله محتاج به هیچ کسی نمیشین. اما در گناه مدد که کردین پول زیاد میوی، اما بخت که نداری او پول زهر تنت میشه میمونه. این خواهران